میدونید سریعترین ماشین تو انیمیشن ماشین ها کیه؟ شماره 9 میگل کامینو که قربانی اشعه لیزری شد با سرعت 200 مایل بر ساعت. شماره 8 جف گوروت، یک ماشین آمریکایی با سرعت 200 مایل بر ساعت. شماره 7 چیک هیکس، یکی از رقبای قدر و پرروی مکوین با سرعت 200 مایل بر ساعت. شماره 6 سلطان، برنده 7 دور کاپ بیستون از تیم دایناکو با سرعت 200 مایل بر ساعت. شماره 5 شوتو دوروکی، شرکت کننده ژاپنی مسابقات گراند پریکس با سرعت 203 مایل بر ساعت. شماره 4 کارلو ولوسو، تنها زن برزیلی شرکت کننده داخل مسابقات گراند پریکس با سرعت 206 مایل بر ساعت. شماره 3 جکسون استورم، قهرمان منفور و مغرور کاپ پیستون با سرعت 214 مایل بر ساعت. شماره 2 فرانچسکو برنولی، دلغک ایتالیایی با سرعت 220 مایل بر ساعت. و در نهایت شماره 1 برنده 7 دور کاپ پیستون و محبوب دلها لایتنینگ مکوین با سرعت 230 مایل بر ساعت.